گفتگوی جالب بین رستم و ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه. نمایشنامه‌ای از تاریخ پر افتخاری که گذشتگان به ما میراث ماندند. تاریخ برای ما گفتگویی را به یادگار گذاشته است بین ربیع بن عامر رضی الله عنه و رستم شیرزاد، فرمانده عمومی لشکر فارس در جنگ قادسیه، در مورد باورهای عمومی و اسلام، جهاد و غیره. می‌بینیم که در این مصاحبه با هم چی خواهند گفت. تا آخر ویدیو با ما باشید. قبل از وقوع معرکه در جنگ فارس، رستم فرمانده سپاه فارسیان از امیر لشکر مسلمانان سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه درخواست میکند که نماینده‌هایی را به خاطر مذاکره بفرستد. البته این درخواست او دلایل زیادی داشت، از جمله رغبت او به گفتگو و صلح بیشتر بود. او همچنین با مذاکرات پی در پی وقوع جنگ را به تأخیر میانداخت تا نقطه ضعفی را در سپاه اسلام پیدا کند، یا هم به هر بهانه‌ای که شده لشکر اسلام بدون درگیری یا بدون داخل شدن به ایران و سوی مدینه برگردند. سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرمانده سپاه مسلمانان سیدنا ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه را فرستادند تا با رستم مذاکره کنند. اگرچه ربیع بن عامر فرمانده لشکر نبود، اما سروری و بزرگی قوم خویش را به عهده داشت. این شما و این هم محاوره دو سپاهی که تقدیمتان با دقت گوش کنید. دوستان عزیز، رستم چی می‌فرماید؟ به نماینده مسلمانان اجازه بدهید داخل بیاید. ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه با اسب خود روی فرش‌هایی که در مسیرش هموار شده پیش می‌آید. می‌بیند که بالش‌های منظم چیده شده. یکی از بالش‌ها را پاره می‌کند، با قسمت آن لجام اسبش را به یکی از ستون‌های قصر بسته کرد. بعد از آن نیزه بلند و تیزش را به دست گرفت و به شکل عصا به آن تکیه می‌زد، در حالی که با نوک آن فرش‌های قیمتی دربار را پاره می‌کرد. گفتند سلاحت را تسلیم کن. ربیع رضی الله تعالی عنه هرگز سلاحم را تسلیم نمی‌کنم. شما خواستید که بیایم، من خودم نیامدم، نمیخواهید پس میروم. رستم صدا زد که بگذار با سلاحش بیاید. اهل فارس با چشمهای حیرت زده و حسرتبار و این قهرمان نگاه میکردند. به سوی رستم رفت، در حالی که او تاجی بر سر داشت و کالاهای گرانبهای دیگری نیز بر تن کرده، بر تختی از طلا نشسته و با بالش‌های بلند تکیه زده بود. با سکوت مطلق به عملکرد این شخص نگاه میکرد. همه به این فکر بودند که با این رفتارش به کجا خواهد نشست. برخلاف تصور همه بر روی زمین نشست، در حالی که نوک نیزه‌اش را به زمین گذاشته و به او تکیه زده بود. رستم، چرا به زمین نشستی و بر روی کرسی ها ننشستی؟ ربیع، من اصلا خوشم نمیآید که بر کرسی های زینتی شما بنشینم. رستم، چرا به سرزمین ما آمدید؟ چه هدفی دارید؟ ربیع رضی الله عنه، الله تعالی برای ما مأموریت داده، ما را فرستاده تا بندگان را از بندگی بندگان به بندگی خالق بندگان خارج بسازیم، از جبر و ظلم ادیان به عدل اسلام و تنگنای آخرت به سوی فراخی دنیا و آخرت بیرون کنیم. هر کس این پیام عدالت و خیرخواهی را از ما بپذیرد، ما از او میپذیریم، او را با سینه باد از حقوق اسلامی مستفید میسازیم. اگر دین را قبول نکرد، از او به گرفتن جزیه اکتفا میکنیم. مسئولیت امن و حراست و حکومتش به عهده ما خواهد بود. اگر جزیه هم نپردازد، با او می جنگیم تا با فتوحات و پیروزی بر آنها غالب شویم. رستم، شما قبل از رسیدن به آرزویتان می میرید. ربیع رضی الله عنه، الله تعالی برای ما وعده کرده است که هر کس شهید شود، جنت و رضایت الهی در انتظارش است و هر کس زنده بماند، پیروزی میدان است. رستم، پیامت را شنیدیم. آیا برای ما فرصت است که با فرماندهان لشکر و اهل خود مشورت کنیم؟ ظاهرا رستم وقت میگیرد تا فکر کند. ربیع رضی الله تعالی عنه، برایت فرصت میدهم، اما یک روز میخواهی یا 2 روز؟ رستم، نخیر، من بیشتر وقت بدهید. باید با تمام قوم خود در مدائن صحبت و مشاوره داشته باشم. ربیع، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما این سنت را نگذاشته است که دشمنان را هنگامی رویارویی سیاده از 3 روز مهلت بدید. من به تو 3 روز مهلت میدهم. تو در این مدت در ارتباط به خودت و آنها فکر کن.
و یکی از این سه چیز را پس از پرشیدن مدت انتخاب کن: یا اسلام، یا جزیه، یا جنگ. اگر اسلام را انتخاب کردی که مرحبا، برادری مایی. یا اگر جزیه را انتخاب کردی، باز هم اگر به کمک نیاز داشتی کمکت میکنیم. اگر از کمک بی نیاز بودی از نزدت برمیگردیم. اگر هم نشد باز در روز چهارم به جنگ آماده باش. من از طرف قوم خود به تو وعده میدهم که قبل از روز چهارم به جنگ اقدام نمی کنند مگر اینکه شما آغازگر باشید. رستم: آیا بزرگشان تو هستی؟ ربیعی: نه، بلکه من یک عسکری از لشکر مسلمانان هستم. ولی مسلمانان چون جسم واحد هستند که در پناه و امان دادن کوچک آنها چون بزرگشان است و همه به آنها احترام میگذارد. رستم به اهل خودش درباریان گفت: میبینید که این عرب در سخن گفتن چه منطقی صریح دارد. میبینید که چگونه قوت خود را به رخ ما میکشد و با چه اعتماد به نفس رفتار میکند. به همین دلیل باید از جنگ کردن صرف نظر کنیم و باید راه صلح را به پیش گیریم. قومش به رأی رستم تسلیم نشدند و او را مجبور به صف آرایی کردند. آتش جنگ شعله‌ور شد. دولت مجوسی فارس هزیم این جنگ شد و به کلی از صحنه هستی برای همیشه نابود گشت. وقتی احتیاجی به دشمن نداشته باشی خود را کوچکتر از آن جلوه نبین. تواضع کردن به فرمایگان در حقیقت کمک کردن به جهالتشان است. بیدل چه زیبا فرموده است: اظهار عجز پیشه ستم پیشه ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. پیشرفت صحابه تنها به شمشیر و تیر و کمان نبود. قدرت نطق و بیانشان قبل از شمشیرهایشان سینه دشمن را می‌شکافت. دین اسلام سراسر خیرخواهی است. ملتی که در مسیر این دین و پیشرفت های چشمگیر دست یافته خیرخواهی را مقصد اصلی زندگیشان قرار دادند. در دین مقدس اسلام دعوت مهمتر از جهاد است. هر وقت دشمن به دعوت تن نداد برای بازگشایی مسیر دعوت از قدرت و شمشیر باید کار گرفت، اما هیچگاه برای پذیرش اسلام از جبر کار گرفتن نشده است. گاهی قدرت سخن قویتر از قدرت سلاح در دل دشمنان ترس و وحشت ایجاد میکند. رستم از لشکر نمی ترسید، از قدرت سخن حق بیم داشت.